ببینید چقدر این شعر زیباست که در ادامش فاضل نظری عزیز هم این شعر رو تکمیل میکنه. حضرت شهریار چی میفرمایند؟ میفرمایند که مست آمدم ای پیر که مستانه بمیرم، مستانه در این گوشه میخانه بمیرم. درویشم و بگذار قلندر من شانه، کاکل همه افشان به سر شانه بمیرم. شمعی و طواف حرمی بود که می گفت پروانه بزایم من و پروانه بمیرم. من در یتیمم صدفم سینه دریاست، من در یتیمم صدفم سینه دریاست، بگذار یتیمانه و دردانه بمیرم. که در امتداد این شعر فاضل نظری عزیز میاد یه شعر زیبا میگه که در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم. یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم. و ادامش